بعد از ظهر دوشنبه 11 تیر ماه مرگ مشکوک زنی در محله تجریش به مرکز شرکت فوریت پلیس 110 گزارش شد. دوستان سلام. امروز می‌خوایم حواشی خودکشی ویدا، همسر سابق پیمان آدیداس و همسر فعلی آبراهام رو با هم بررسی بکنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخر این پست با من باشید. ویدا افشار همسر سابق پیمان آدیداس یکی از بلاگرهای معروف اینستاگرام بود که پیجی با 1,800,000 فالوور داشت. ویدا و پیمان با هم پست‌های طنز و گنگ درست می‌کردند و آوازشون به شدت پیچیده بود. اما متاسفانه عمر پیمان به دنیا نبود و سال گذشته بر اثر سکته قلبی درگذشت. هنوز سال پیمان نشده بود که ویدا تصمیم گرفت با دوست صمیمی پیمان یعنی آبراهام ازدواج کنه. همین تصمیمش باعث شد که به شدت از سمت طرفداران پیمان و خودش و دوستان و آشنایان تهمت و تشر بشنوه و تمام کامنت های زیر پست تبدیل به فحش و سر و صدا به اون و آبراهام بشه. خبر ازدواج آبراهام و ویدا تبدیل شده بود به پربحث‌ترین موضوع سوشال مدیا و هر جا که می‌رفتی داستان درباره این دو نفر بود. اما چند وقت پیش ویدا و آبراهام به دلایلی که خودشون هم چیزی نگفتن همدیگر را آنفالو کردند و تمام عکس‌ها و فیلم‌های مشترکشون رو از پیج‌هاشون پاک کردن. اون در آخرین استوری‌های خودش با انتشار عکسی نوشت سلام از ناصر خسرو و در استوری بعدی نوشت آماده اید واسه سورپرایز؟ 1 ساعت بعد با انتشار عکسی از داخل ماشینش نوشت حلالم کنید و در استوری آخر عکسی از قوطی حاوی قرص برنج منتشر کرد. در همین حین خبری حاکی از خودکشی بلاگر زن جوان در اینترنت پخش میشه که صحت خبر خودکشی تایید میشه. در این خبر نوشته بعد از ظهر امروز دوشنبه 11 تیر ماه مرگ مشکوک زن در محله تجریش به شرکت فوریت‌های 110 گزارش شد. با اعلام این خبر تیم تحقیق راهی محل حادثه میشه و جسد زن جوان بلاگر رو مشاهده میکنه که در اثر مصرف قرص جان باخته بود. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که احتمالاً زن جوان با نامزد بلاگر خودش از شمال راهی تهران بوده و دچار اختلاف در مسیر میشه و از خودرو پیاده میشه و سپس به قصد خرید قرص راهی ناصر خسرو شده. بررسی‌های بیشتر هم نشان میداد که زن جوان هنگامی که داشته به خیابان ناصر خسرو میرفته در مسیر استوری گذاشته و طلب حلالیت کرده. همچنین مرد قرص فروش نیز تا تجریش همراهیش کرده. بدین ترتیب مرد قرص فروش هدف تحقیقات قرار گرفت و ماجرا اینطور به تیم پلیس توضیح داده شد. متفی هنگامی که به ناصر خسرو اومد درخواست قرص برنج کرد، اما در اون موقع قرص مورد نظر رو نداشتم. به خاطر همین موضوع و با اصرار خودش رفتیم تا تهیه بکنیم. اما هنگامی که برگشتیم گاریم رو به سرقت برده بودن. اون مدعی شد که قرص رو نمیخوره و فقط میخواد مرد جوان رو بترسونه. اون ادامه داد زن جوان درخواست کرد تا با یکدیگر به تجریش برویم و پول را آنجا به من بدهد. اما ناگهان در محل مورد نظر جلوی چشمان مرد جوان قرص را خورد و حالش بد شد. ویدا خیلی زود به بیمارستان منتقل شد، اما اقدامات کادر درمان فایده ای نداشت و او بر روی بخش اورژانس به کام مرگ رفت. اما قبل از افتادن همچین اتفاقاتی ویدیوی آبراهام و آنفالو کردن آنها در اینستاگرام ممکنه دلیلی بر پایان ازدواج و طلاقشان بوده باشد. شاید ویدا به همین دلیل تصمیم به خودکشی گرفت. اما پیج پیمان آدیداس که توسط ادمینش مدیریت میشد با گذاشتن استوری هایی به مرگ ویدا واکنش نشان داد. به پایان رسید این دفتر اما حکایت همچنان باقی است. خدایی بلاگر به این باحالی کجا دیدید؟ تو خونتون خوابیدید، اول صبح پا شدید با ما اومدید قم، با ما اومدید کاشان، با ما اومدید اسپان، الان دارید برمیگردید از قم داریم میریم تهران، هیچ کاری هم نکردید. 4 تا شهر چرخیدید. هر جا میریم شما رو میبریم با خودمون. آیا تا اینجای مسافرت از ما راضی بوده اید؟ اگه بهتون خوش گذشت گزینه بله را ارسال کنید. آره دوباره ما میریم مسافرت. بابا جان مسافرت خوب بود؟ آره خوب. کسی ناراضی نبود. عارف جان شما ناراضی نبودی؟ عارف یکی از عزیزای ما داداش، ما دوستش داریم، اگه باهاش شوخی میکنیم چیزی میکنیم به ما میرسه. شخصیت جالبی داره، فقط داداش ما چون دوستش داریم ما شوخی میکنیم. عزیز دل ما. ما کرا شما ان شاء الله تا سفر بعدی خدا یار نگهدار. بچه‌ها یه کار کنید تا فردا دوباره بریم مسافرت. برو خدا البته مسافرت. اون با انتشار 3 پست از ویدا و پیمان نوشت به پایان رسیدیم. توی استوری‌هاش از به پایان رسیدین دفتر
نمیدونم از کجا بگم ویدا جانم. باور نمی کنم. کاش حاشیه بود و کاش دروغ بود استفاده کرد. و در آخر هم عکسی از سردخونه منتشر میکنه و با تک کردن پیج ویدا مرگ اون رو تسلیت میگه. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ و در آخر مرسی که تا آخر این پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال ما حمایت بکنید. همچنین زنگوله زیر رو فعال کنید تا از پست های جدید با خبر بشین.